اینجا زندگی میکنی؟ اینجا زندگی میکنی؟ تو اینجا میشه اینجا زندگی کرد؟ میدونی خیابونه چیه اینجا؟ بچه کجا اینجا؟ بیا بالا بیا. تو خیابون نیایش مردم تو نیایش زندگی. اینجا زاهیه حومه شیعه نشین جنوب بیروت است. کمتر از 7 سال پیش زاهیه در چنین حال و روزی بود، اما اکنون نه در زاهیه و نه هیچ کجای دیگر لبنان ویرانه‌ای از جنگ 7 سال پیش نمانده. حاصل تلاش ایران. نحن مر علينا كثير حروب بلبنان. جنگ‌های زیادی تو لبنان از سر ما گذشت و کسی هم از ما حمایت نکرد. دولت ما برامون هیچ کاری نکرد. این همه مردم بی خانمان و آواره کشورهای دیگه شدن. اما خدا رو شکر وضعیت ما از قبل بهتر شده. به خونه هامون برگشتیم. این خونه ها و خیابون های جدید از قبلی ها خیلی بهتره. چیزهایی داریم که قبلا نمیتونستیم داشته باشیم. اینها همه از کمک ایرانه، کمک مادی و کمک معنوی. فقط ایران پشت سر ما ایستاد. اگه کمک ایران نبود ما هنوز از این خونه به اون خونه آواره و اجاره نشین بودیم. ایران حتی اجاره خونه ما رو هم میداد و لوازم زندگی ما رو مهیا میکرد. این مایه افتخار ماست که با همه اون چی که از دستمون برمیاد در خدمت مردم، ارتش، دولت و مقاومت لبنان باشیم. برای رویارویی با ستمگران و اشغالگران. میدونید که در تمام برگه‌های رسمی سفارتخانه‌های ایران نوشته به امید پیروزی مظلومان و مستضعفان بر مستکبران. مظلومین و المستضعفین علی المستکبرین. اینجا زندگی می‌کنی؟ اینجا زندگی می‌کنی؟ پارک ایران در مارون الرأس جنوب لبنان. سامان و امکانات این پارک در لبنان بی‌نظیر است. اینجا زندگی می‌کنی؟ اینجا زندگی می‌ترسن حرفشونو بزنن. می‌ترسن حرفشونو بزنن مردم. اینجا میشه اینجا زندگی کرد؟ یا پارک شما داره فیلم بردار. دوربین تو ببند آقا. هوا سرد بیرون که. بچه ایرانی، ما بچه افغانستان نیستیم. چرا به درد ما مسئولی نمیگیرن؟ این کشور دموکراسی مستقل نخواهد شد و دموکراسی غیر دینی علاوه بر اینکه مستقل نمیشه ما نمیخوایم و اکثریت جامعه ما نمیخواد. شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد میکنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین، و من امر کردن به مستضعفین بدن و خواهم داد. به این نغمه های باطل گوش نکنید.
ساکنان 52 روستای بخش شاوور شهرستان شوش هنوز از نداشتن آب شرب بهداشتی رنج میبرند. روستای دهیمه یکی از همان روستاهایی است که ساکنانش آب آشامیدنی خود را از برکه‌ها و یا زهکش‌های کشاورزی تأمین می‌کنند. دختر خانم، شما همیشه لباسات تو این آب میشورید؟ بله، از این آب لباسم میشوریم. خب از کدوم آب برای خوردن استفاده می‌کنید؟ از این آب. در حالی که 1/3 آبهای سطحی کشور در خوزستان جاری است، اما نکته قابل تأمل، هنوز 250 روستای بالای 20 خانوار این استان فاقد آب آشامیدنی سالم هستند. شما هر روز از این آب مصرف میکنید؟ بله. 52 روستای بخش شاوور هم با جمعیتی حدود 20,000 نفر در حالی که نزدیک رودخانه‌های دز و شاوور قرار گرفته‌اند، وضعیت حادی از نظر آب شرب دارند و ساکنان این مناطق هنوز آب شرب غیر بهداشتی مصرف میکنند. آب کثیف، هممون مریض شدیم، هممون مریضیم. زمستان و تابستان از همین آب میخوریم. کلی بچه همون مریض شدن. نوزادی که بدون امیاد از این آب میخورن. بخشدار شاوور میگوید این بخش 118 روستا دارد که نیمی از آنها آب شرب سالم ندارند. اون چی که ما رو خیلی متاثر کرد این بود که ساکنان این روستا حتی مجبور بودند از برکه‌ای که احشام درون اون قرار داشتند آب آشامیدنی خودشون رو تأمین کنند. ساکنان این مناطق چاره‌ای جز استفاده از این آب ندارند و این مسئله به بروز برخی بیماری‌ها در آنها دامن زده است. پروژه درست کردن اینجا ولی تا حالا کسی نیومد اینجا. 10 سال هم 15 سال هم طول میکشه اینجا پروژه. به نظر میرسد سالهاست اجرای طرح‌های آبرسانی به این مناطق به طول انجامیده است. در چنین شرایطی ضروری است طرح‌های کوتاه مدتی که به سرعت بتواند مشکل آب آشامیدنی روستاهای استان از جمله بخش شاوور را حل کند به مرحله اجرا درآید.